را مباشرین این جرایم متهم پرونده نیستن. راجع به سوال وکیل محترم متهمین عرض می کنم کما اینکه در جلسات پیش هم بنده این نکته رو متذکر شدم. یک عمر گروهک تروریستی منافقین از طریق اون سازمانی که تشکیل داده بود و اجزا مختلف و بخشبندی هایی که در سازمان صورت داده بود با اون سازمان یافتگی خاص جنایات را در جمهوری اسلامی مرتکب می شد و ما با مباشرین برخورد می کردیم. از اول انقلاب هم به همین صورت بوده. یک جایی به این نتیجه رسید دستگاه قضایی که ما باید با کارخانه تروریست سازی مقابله بکنیم. این کارخانه تروریست سازی همون گروهک تروریستی منافقین یا همون سازمان مجاهدین خلق هست. مادامی که این سازمان پابرجا باشه تمام تلاش های ما بیفایده است. چرا؟ چون این اعضایی که دارن سازماندهی میکنن، این سرپل ها، افراد کادر مرکزی، شورای رهبری، این بخش هایی که به عنوان چرخ دنده های این کارخانه دارن فعالیت میکنن و خروجیش میشه یک تروریست آموزش دیده، به تعبیر شما همون مباشر. ما باید با این چرخ دنده ها مقابله بکنیم. چرا مباشر یکی از وقایع این جنایت در این جنایت قید نشده؟ پاسخ در ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری قید شد. پاسخ اینه: در صورتی که دادگاه موارد جدیدی را پس از تحقیقات کشف کند که مستلزم انجام تحقیقات باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوطه درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند. پس قانونگذار در ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری این فرض رو پیش بینی کرده. طبق لایحه‌ای هم که وکیل شاکی تقدیم دادگاه کرده، تقاضا کرده که نسبت به مسعود کشمیری این کار صورت بگیره.